سلام. حاضرین؟ بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. مرسی از اینکه بالاخره این موقعیت رو دادید به من که بتونم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و این مسابقه باهاتون داشته باشم. خانم چرا انقدر دیر؟ سلام، وقت شما بخیر. والا خودتون شاهد مشغله کاری ما هستین دیگه و به هر حال از اونجایی که فضای مجازی جزء اولویت‌های هلدینگ و ریل استیت نیست، شاید این باعث شده که ما کمتر در خدمت شما باشیم. میتونم بپرسم چرا توی فضای مجازی چندان فعال نیستین؟ والا معنی کمرنگ بودن ما یا فعالیت کممون به خاطر عدم اعتقاد یا کم اهمیت بودن فضای مجازی نیست. واقعیت اینه که اولویت برای ما چه توی هلدینگ و چه توی ریل استیت کیفیت خدماتی که ما به مشتریامون میدیم، نه اینکه صرفا جذب مشتری. حالا این خدمات رسانی خاص ما باعث شده که روز به روز مشتریامون اضافه بشه و تنها نگرانی و دغدغه اصلی ما این بالا بودن کیفیت خدمت رسانی ماست، حالا چه خودمون چه شرکای تجاریمون. به خاطر همینم وقت زیادی از ما صرف ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مشتریامون میشه. البته با توجه به فعالیتایی که تازگی داریم انجام میدیم و گسترش فعالیتامون و گام‌های جدیدی که داریم برمی‌داریم، من از تیم مدیریت خواستم که فرصت بیشتری رو برای مصاحبه و فعالیت‌های مجازی و غیره داشته باشه و خلاصه دستورات لازم به کارمندا دادم. اما میتونم مژده به شما بدم که با توجه به خبر خوبی که در راهه از ما بیشتر میشنوید. به هر حال ما از شما گله داریم که چند هفته است درخواست مصاحبه داریم و نتونستیم باهاتون صحبت کنیم. حالا الان 5 دقیقه وقت داریم تا برسیم به مسجد. اگه میخواین گله کنین، اگه میخواین مصاحبه بکنین دیگه هر جور خودتون صلاح میدونید. نه شروع میکنیم.